جوون مواظب باش گولت نزنه. بسیاری میگن که های عروسی این چه عروسی، این عزاست. شاید به این 23 تا جوان تعداد بگن آقا این عزاست، مردم گریه میکنن. بذار بگن جوونا من خاک پای شما جوونا هم، حاضرم پیشانیتون رو ببوسم، دستتون حاضرم ببوسم. یه خاطره بگم، یه خاطره. من همه جا اینو گفتم، تو عروسی ها اینجام بگم بد نیست. تو مناطق خراسان خود ما یه جای عروسی داشتیم شب شنبه چند ماه قبل. یه جوونی تو همون منطقه گفت آقا شما شب شنبه میاد اینجا، شب جمعه بیا پیش ما، عروسی اسلامی دارم. گفتم نمیتونم بیام، وقت ندارم. گفت هر طور شده بیا. یه جوون پیشت رو زده. گفتم چشم، اشکالی نداره میام. فردا شبش زنگ زد که فلانی نیا. گفتم چی شد جوون؟ گفت نمیخوای. آقا زور که نیست. گفتم نه زور که نیست، ولی تو دیشب خیلی اصرار میکردی. گفت جوونا آمدن پیشم گفته آقا تسلیت عرض میکنیم، غم آخرت باشه، خدا بیامرزه. مسخرم کردن. گفتم بابا تو یک بار میخوای تو عمرت داماد بشی، 20 بار که نمیتونی زن بگیری. یه بار میخوای زن بگیری، اون یه بارم میخوای عزا بگیری. بابا حالتو بکن، عشقتو بکن بابا. ما جوونا رفقات داریم میایم، این چه وضعیتیست؟ منم قبول کردم حرفونا رو. گفتم جوون درسته یک شب 1000 شب نمیشه، ولی امشب یعنی شب آینده، هفته آینده تو میخواد شالوده و اساس زندگیت برزی. حالا با عبادت خدا، با طاعت، با قرآن، یا با معصیت و گناه و الواتی و بی‌حجابی و موسیقی، هر کدوم دلت بخواد، اختیار با توست. ولی این شب شب سرنوشت سازی است، مواظب باش. گفت پس بیا، بذار اینا هرچه میخوان بگن. گفتم میام، مطمئن باش. فردا شبش زنگ زد فلانی. گفتم چیه؟ گفت من فلانیم، به عروسی من لطف کن نیا. چی شد؟ گفت پشیمونم آقا، زور که نیست که. گفتم نه زور نیست، مقدار رو سرش خوندم، باز مقدار مثل این برادران تبلیغی دعوتش دادم. گفت نه نه پس بیا. گفتم باید بی عروسی برم. فردا شبش باز زنگ زد که نیا. دیگه بیا و نیا آخر ناراحت شدم. گفت آقا تو مثل که به جای لوبیا حب بیا و نیا خوردی ماشاءالله. آخر بیام یا نیم؟ گفت نه آقا یک کلام نیا. گفتم نمیام. نرفتم. خلاصه شب جمعه عروسیش رد شد. صبح جمعه باباش زنگ زد که فلانی بیا. گفتم دیگه مسخره تو پسرت نشدم بیا و نیا، چه خبره؟ دیدم زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ گفت فلانی به عروسی پسرم نیامدی، تو رو خدا به تعزیتش بیا. گفتم چی شده؟ گفت بیا از نزدیک خودت ببین. رفتم اونجا دیدم وا ویلا، این جوون مسلمان به حرف دوستای ناباب کرد، به حرف یاران بد کرد. منشین با بدان که صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بدین بزرگی را تکه ابر ناپدید کند. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. کاش فقط جان انسانو نیش میزد، جان و ایمانو. یار بد بر جان و بر ایمان زند. گفتم چی شده؟ گفت آمده دیشب 70 لیتر ودکا و شراب خوردند و نوشیدن، مست شدن، حرکت کرده بعد عروس کشول. راننده حالش نبوده چطور رانندگی میکرده، مستقیم میره زیر تریلی، عروس و داماد در جا کشته میشن. باور کن یه لحظه گفتم خدا خودت بهار این جوان رحم کن. جوان نمازگزار که میمیره، تو روایات میاد نکیر و منکر ازش سوال میکنن من ربک ما دینک، میگه نکیر و منکر فرشته برو کنار، وقت نمازم سوال رسیده میخوام نماز بخونم. ولی جوانی که سر عروسیش موسیقی آورده حتما میگه فرشته بذار هایده و همیرا و شکیلا بخونه برام. مواظب باش جوان. اینها این جوانها باور بکنید امشب شالوده و اساس زندگیشو بر اساس تقوا ریختن و امیدواریم خدای متعال امشب دعا میکنیم که همواره تقوا و ایمان را لباس این بزرگواران بگرداند.
و لباس همه شما جوانان که تشریف آوردید. بی بندوباری، بی حجابی، بی عفتی دومین ارمغان استکبار جهانی است. وقتم گذشت، بقیه رو سریع رد میشم که وقت شما نگذره. سوم، راه اندازی اختلافات فکری، مذهبی و فیزیکی. اونها متوجه شدن که اتحاد و انسجام مایه خوشبختی مسلمینه. اونها فهمیدن که محمد رسول الله اولین اقدامش وقتی رفت به مدینه منوره که اونجا رو مقر فرماندهی و پایگاه حکومت اسلامی قرار بده، ایجاد مؤاخات بین مسلمانان، بین مهاجرین و انصار و بین خود انصار اوس و خزرج بود. و اونجا بود که لکه های ننگ بر چهره یهود نشست. اینجا آمد گفت آقا اختلافات بیندازیم، اختلاف بینداز و حکومت کن. لحاظا ما باید سعی بکنیم مسلمانان دنیا اختلاف و تشتت را بریزیم در زباندان تاریخ. و به قول استاد ندوی رحمت الله علیه میفرماید ان مسئولیت العلماء والمفکرین المسلمین ان یفضلوا الاسلام على كل جماعت و مؤسسة و مدرسة و طائفة و حزب. مسئولیت علما، متفکران و دانشمندان اسلامی اینه که اسلام را بر هر فکری، بر هر مذهبی، بر هر جنبشی فضیلت بدن. ولتكن مصلحة الدین والعقیده مفضلة على كل مصلحة حزبیة او جماعیه. مصلحت اسلام رو در نظر بگیرن، مصلحت قرآن و دین رو در نظر بگیرن، به جون هم نیفتن، مولد فکر و عقیده و آرمان اسلامی بشن. و به خصوص جمهوری اسلامی ایران که ندای ام القرا بودن در جهان اسلام و سر میده. جوانها نامه نوشتن بارها در مورد مسئله‌ای که شبکه 3 که بعضی میگن شبکه جوانان، که به تعبیر بعضی برادران شبکه جاهلان الان اسم گرفته. این تفرق نیست چیه؟ آیا زمان اون نرسیده که واقعا مسئولین بزرگوار به فکر میفتن که امروز وحدت، انسجام، اتحاد یه ضرورته، به خصوص در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی؟ آیا اینو میطلبه که یه آقای مرتدی به نام تیجانی رو در ماه عسل که به خدا این ماه رو با این همه برکات ماه زهرمار کرد، تعدادی از جوانها زنگ میزنن زار زار گریه میکردن که افطاری ما تبدیل به خون شد. آیا زمان اونه که بیان این آقا رو بیارن که آقا اهل سنت 4 تا مذهب هست، شیعه یه مذهبه، من به خاطر این شیعه شدم، سنی ها با حضرت علی مشکل دارن و آقای یمنی حضرت علی رو بغض می‌ورزند، من آمدم شیعه بشم که محب علی بشم؟ بیچاره ها کور خوندی. آقای یمنی، آقای تیجانی، من سنی اعلان میکنم، میگم هر کس از اهل سنت با اهل بیت و حضرت علی دشمن باشد، نه تنها سنی بلکه او را ما مسلمان نمیدانیم. و از اون طرف هر کس به خلفای راشدین و صحابه رسول الله اهانت بکنه، اون رو هم نه تنها شیعه بلکه اون رو هم مسلمان نمیدانیم. ما بغض علی داریم، علی فاتح خیبر، بله ما علی بزدل نداریم، ما علی ترسو نداریم، علی که زنشو بزنه اون هار گریه بکنه، ما این علی رو قبول نداریم. نه، علی که بیاد به دوامیس مسلمین به دختر رسول الله اهانت بشه، اون بشینه تماشا بکنی، علی رو نه، ما قبول نداریم. ما علی میشناسیم شاه شجاع، اسدالله، فاتح خیبر، شیر میدان بدر. ما این علی رو قبول داریم، دوستش داریم، خلیفه 4 مسلمینه. و بعد میاد چی مطرح میکنه؟ اهل سنت 4 تا فرقن، بیچاره تیجانی. اهل سنت اگر 4 تا مذهبن، در جزئیات با هم اختلاف دارن، پشت سر هم نماز میخونن. من حنفی به خدا قسم افتخار میکنم که در مدینه منوره و مکه مکرمه و در هرمزگان پشت سر یک امام شافعی نماز بخونم، افتخار میکنم. نمازم درسته،
ما در جزئیات در فضائل با هم اختلاف داریم، ولی شیعه به قول یکی از علمای خود شیعه 126 مذهبن که همدیگر رو کافر میخونید. فراموش کردی؟ زیدی ها و اسماعیلی ها و اثناعشری ها و علی اللهی ها و حجتی ها و چی ها و چی ها، یک مذهبید شما؟ واقعا جای تأسفه. آقای تیجانی آنگاه، ای جوان، آنگاه هدایت شدن آقای تیجانی رو خوندی؟ برو آنگاه که گمراه شدید رو هم بخوان. جوابش دادن علما، آنگاه که گمراه شدی، بدبخت شدی. من به شما بگم که تیجانی در از سنی نبوده، چون کسی، من بار دیگه جامعینو گفتم، چون کسی که سنی باشه، سنی پیرو سنت، به خدا قسم همینطوری که گذشتن شتر از سوراخ سوزن محاله، شیعه شدن یک سنی هم محاله. کار نداره اگه به خاطر یک تراکتوری، ماشینی، بنز الگانسی یا دختر شیعه رو بگیره بگه من شیعه ام، به اون کار نداره. اون دیگه شیعه نشده، اون تراکتوری شده، اون بنزی شده، الگانسی شده، اون شیعه نشده دیگه. بنزو ازش گرفتی دو مرتبه برمیگرده سنی. از استرالیا یه دختر خانمی بهم زنگ زد، گفت که از طریق اینترنت با یه آقا پسری در مشهد آشنا شدم، میخوام باهاش ازدواج بکنم. گفتم نه خانم این کارو نکن، به نظر من به صلاح نیست. گفت نه اون قول داده سنی بشه، امشب میاد پیشت. آمد پیشم، گفتم جوون چی شده؟ گفت که میخوام سنی بشم. گفتم به خاطر چی؟ گفت به خاطر اینکه با اون دختر سنی ازدواج بکنم. گفتم تو امروز به خاطر اون دختر سنی شدی، فردا به خاطر یک دختر خوشگل‌تر ببینی مسیحی میشی. ما چنین سنی رو نمیخوایم آقا، برو دنبال کارت. با اون دخترم زنگ زدم، گفتم خانم مواظب باش، این گرگه تومش امروز اونجاست و فردا تومه بهتر و لذیذتر پیدا بکنه برمیگرده. باور بکنید محال یک جوان مسلمان سنی با تحقیق بیاد شیعه بشه. البته من نمیخواستم واقعا این مسائل رو مطرح بکنیم و نبایدم مطرح بکنیم، ولیکن چیکار کنیم؟ مجبوریم. ما میگیم به صراحت به مسئولین، به شما جوانان میگم، اولی که مسئولین سطح بالا خبر نداشتن واقعا، ولیکن اگرم خبر داشتن اونا میگیم که مسئله هسته ایران مسئله مهمی است. ما در مقابل آمریکا، اسرائیل، همه جنایتکاران به خاطر دفاع از مسئله هسته ایران کنار برادران شیعه بلکه در خط مقدم میستیم. برای که اینو بدانن که مسئله هسته ای علی رغم اهمیت او، به خدا قسم اعتقادات اهل سنت به مراتب از مسئله هسته ایران مهمتر و افضلتر و بزرگتره. و اینو بدونید که اگرچه ما جوون معتاد داریم، جوون بیبندوبار داریم، جوون شرابخوار داریم، جوان روزخوار داریم، ولی وقتی که پای عقیده و آرمان و پای اهانت به صحابه بیاد، همون جوان معتاد و بیبندوبار ما هم خودش را مسلح خواهد کرد و فدای ابوبکر و عمر و عثمان خواهد شد. عقیده مگر مسئله کوچکی است که بیاد هر عراجیف بافی، هر احمق و ملعون و مرتدی مثل تیجانی بیاد اهانت کنه؟ کور خوندید آقای تیجانی و مطمئنم اگر این حرف ها و این عمل کرده شبکه جاهلان به گوش رهبر معظم انقلاب برسه قطعا برخورد خواهد کرد که امروز جهان اسلام نیاز به وحدت داره. آمریکا از اون طرف شلیک میکنه، کربلایی که 100% شیعه هست به خاک کشیده، فلوجه‌ای که 100% سنی هم هست به خاک کشیده و به خون کشیده است. شیعه و سنی مطرح نیست، براش اسلام مطرحه. جا داشت میام از شبکه ملی که مخصوص ملت ایرانه بحث‌های ملی رو مطرح میکرد، دین رو مطرح میکرد، اسلام رو از اسلام دفاع میکرد، نه مذهب. و کاش فقط از مذهب شیعه دفاع میکرد، مذهب اهل سنت رو مورد تنقید و اعتراض و اهانت قرار نمیداد. همه یه اهانتی میشه تو تلویزیون، اهانتی میشه، همه بیدار میشن، سر جاشون بلند میشن.
من خودم این تیجانی رو نمیشناختم واقعا، فقط شنیده بودم مولانا دامنی میگفت این تیجانی تو کدوم گوره کدوم سوراخی رفته که بیاد من دنبالش بشم. 16 سال داد زد مولانا دامنی، من نمیدونم تو کدوم گوری بود. حالا فکر کرده دامنی رفته کسی نیست، کس نباشد در سرا، آقای موش تیجانی باشد کت خدا. اما کور خوندی تیجانی، شاگردان دامنی شاگردان تربیت کرد که الان حاضرن اگر واقعا فضای طلبگی و بحث علمی باشه، شاگردان دامنی حاضرن بیان در پشت تلویزیون و صدا و سیما راحت با تو بحث کنن، ببینن اون موقع واقعا مرد میدان که خواهد بود. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. مشخص خواهد شد این موقع. هر کس تنها به میدان بره قاضی برمیگرده و دلاور و شجاع، ولی اینطور نیست. من باور کن بعد از این جریان رفتم دنبال تیجانی، اون موقع فهمیدم، تا اون روز فکر میکردم شیعه هست تیجانی، ولی الان فهمیدم که این شیعه و اصلا سنی نیست. معلوم نیست اول چه مرگی بوده حالا چه دردی شده. مرتد اصلا. به عقیده من کسی که به صراحت وقتی بحث میکنه میگه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، میگه اینها ملعونن و مرتد شدن نعوذ بالله. بدبخت ابوبکری که رسول الله با دست خودش گذاشت تو محراب به محمد پشت سرش نماز خون، مرتده. عمری که برای دین تکه تکه شد، داماد علی شد، به تعبیر امام جعفر صادق در کتاب کافی کلینی. بخون دخترشو نداد، داماد علی مرتضی شوهر ام کلثوم رو مرتد میخوانی؟ عثمانی که رسول الله در بیعت الرضوان دست خودش را به جای عثمان قرار داد، گفت هذه ید عثمان، دست من محمد دست عثمانه، تو اونو مرتد میخوانی؟ مرتد تویی. واقعا امروز جهان اسلام نیاز به این مسائل نداره. اصلا وضعیت نباید طوری باشه که بیاد امروز شیعه سنی رو بکوبه، سنی شیعه رو بکوبه. زمان این مسائل نیست. ولیکن چیکار کنی؟ برای اینکه غم و رنج و آلام از غم دل جوان ما بیاد بیرون، مقدار آروم بگیره، مجبوری مسائل مطرح بکنیم. و چون میدانی که مسئولین نظام به این مسائل راضی نیستن، یه مجری بی تجربه ای رو به اصطلاح شبکه جوانان میاره اونجا که اصلا به حالش نیست چی میگه اصلا. تیجانی اگر مردی می بود میامد با مولانا دامنی بحث میکرد، بیاد با علما بحث کنه، بیاد بشینه. و من دیگه جام گفتم که اگرم واقعا بنابر اینه که هر کس شیعه بود و سنی شده به اصطلاح، که من معتقد به این نیستم، بیاد پشت تلویزیون، خب خیلی خوب، یک دو شبم تلویزیون بدن دست ما که من 500 تا سنی که 100% شیعه بودن و سنی شدن بیارم نشون بدم که اینها سنی شده، دنیا ببینن قضاوت کنن. ولی به خدا زمان این مسائل نیست. به قول استاد ندوی ولتکن مصلحت الدین، مصلحت دین و مصلحت عقیده و اسلام بر هر عقیده. یهود و نصارایی که تا دیروز میگفتن لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، دشمن همدیگر بودن، امروز بر علیه اسلام یاد واحد شدن. یهود و نصارا کنار هم آمدن ولی مسلمونا کنار هم نمیاند. و بعد میاد بحث شافعی و حنفی رو مطرح میکنه. یا آقای حسنپور ازغندی بیاد اونجا در زاهدان میگه آقا شافعی ها و حنفی ها با هم این مشکل داشتن. این مشکل کی میگه؟ حنفی و شافعی نداره، این همه برادران شافعی هن. من حاضرم کفش پای علماشون رو راست کنم، افتخار میکنم پشت سرشون نماز بخونم. تو مکه و مدینه منوره، مکه مکرمه مگر نمیخونیم؟ شما تو زاهدان پشت سر علمای احناف نمیخونی؟ اصلا مسئله ما اختلافی نداریم، اختلافات جزئی در حد افضلیت. دست رو بالاتر ببندیم بهتره، اون میگه پایینتر ببندی بهتره. اصول دین ما یکی، قرآن ما یکی، عقیده ما نسبت به امامت و خلافت همه مسائل یکیست. ما اختلافی با شافعی نداریم، ما اختلافی با مالکی نداریم. این اختلافات سلیقه‌ای همه جا هم هست. لحاظا سومین اهرام فریبنده راه اندازی اختلافات فکری و مذهبی است. جوونا هشدار باشید،
به حرف این تیجانی ها و فلان این گمان بعد تو ذهنتون نیاد. نه، جمهوری اسلامی الحمدلله خواهان وحدته. حالا تعدادی اگر در این پایینه ها دستکاری میکنن، اینها بیچاره‌اند، اینا خودشون مزدورن، وگرنه در سطح بالا همه مسئولی خواهان وحدتن. کار نداریم، وقت گذشت، وقتم خیلی گذشت. پنجمی، چهارمی عرض کنم خدمت شما، اهرم بی قدر و بی ارزش جلوه دادن علما و بدبین ساختن جوانان نسبت به پیشوایان دینی و پیشقراولان مذهبی. من این دو مورد دیگر رو خیلی سریع رد میشم. جوانا خسته نشید انشالله. بی انصافا من خیلی راه طولانی آمدم، حداقل به ازای هر ثانیه‌ای، به ازای هر کیلومتر یک ثانیه. خودتون قضاوت کنید بی انصافیه. ولی خب نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم که دیگه دلسرد بشید دیگه مرتبه عروسی اسلامی و هر زمان بگن خیرشایی آمد بگی بابا ولش کن که تا ساعت 2 شب ما رو نگه داشت. نه انشالله اونقدر وقت شما رو نمیگیرم. بدبین ساختن جوانان نسبت به علما. امروز واقعیت اینه که علما در هر نقطه از دنیا مورد نکوهش قرار میگیرن. هر جا میشینی تو مجلس جوونا، یکی از علما که حقگوست میگن آقا ولش کن، اون تندروه، اون بی تجربه است، اون بی ترمزه. اونی هم که معتدل راه میره میگه بدبخت کور و خود فروخته است. پس کی خوبه؟ چرا هر جا غیبت علما رو نسبت به جوانان و جوانان رو نسبت به علما بدبین کردن، رخنه ایجاد کردن. جوان جرأت نمیکنه بیاد پیش عالم، یا میگه اون تندرست دیوانه است، یا میگه اون خود فروخته و بدبخت و بیچاره است. نه، به خدا قسم علما شمع دینن. قدر علما رو بدونید، قدر علما رو بدونید. زیایی ها در میان شما بود. من میگم اگر امشب اینجا چون این جمعی است خواهر و برادر، به خدا قسم خون زیایی شما رو بیدار کرد. خون احمد سیاد، خون مولانا ربیعی، خون احمد مفتی زاده، خون هزاران عالم، مولانا عبدالملک، مولانا نعمت الله، که امروز آمدن تو جزیره کیش. از هواپیما که پیاده شدیم یک حد شنیدم صدای مولانا نعمت الله تو فضای فرودگاه رو پر کرد. یه لحظه گفتم مولانا نعمت الله زنده شده، که دیدم یک جوانی موبایلش داره سخنرانی مولوی نعمت الله رو داره گوش میکنه. گفتم خدا، علما چقدر زحمت کشیدن، واقعا زیایی ها چقدر زحمت کشیده. و اگر زیایی ها نمی بود، احمد سیاد ها نمی بودن، مولانا محمد عمر سربازی ها نمی بودن، امروز من و شما هم نبودیم. بیاییم علمایی که رفتند نام اونها و یاد اونها رو گرامی بداریم، و علمایی که هستن قدرشونه بدونید. قدر این علمایی که تو جلسه نشستن در میان مردم، من اسم بزرگ مبارکشون رو نمیدونم، بدونید. غیبتشون نکنید، بدبین نباشید. هرچه باشن عالمن، درس دین خوندن، درس قرآن خوندن، برای من و شما دارن خدمت میکنن. وگرنه کسی بیکار نیست. باور کنید من تو خراسان دهها و صدها عروسی اسلامی پشت هم دیگه متراکم، فشرده، ترافیک، ولی گفتم 23 تا جوان، 23 تا زوج، 46 تا جوان یک جا جمع شدن، مردم هرمزگان، مردم خونگرم، جوانای خونگرم. من یک مسافرت دیگه اومدم، گفتم حیف اینها رو از دست بدم، هر طور شده برای چند ساعتی برم اینا رو ببینم. عزیزانی که من آوردم میگه خسته شدی، گفتم به خسته چیه؟ این همه جمعیت رو دیدم، این همه جوان رو دیدم، این همه خواهر و برادر رو، خستگی معنایی نداره برای ما. بدبین کردن جوانان نسبت به علما و از اینجا نسبت به دین. وقتی نسبت به عالم که علمبردار دینه بدبین باشن، نسبت به مسجد بدبین میشن، نسبت به نماز بدبین میشن، و اونجا وضعیتی است که پیش میاد بیدینی و بی‌حجابی و بدبختی. و پنجمین اهرم آخری اینه که
قرار دادن سران حکومت ها مانند مهره های شطرنج بی اختیار و بی اراده و تحت نفوذ آمریکا و اسرائیل. و متاسفانه این مسائل صورت گرفته. امروز کو یک حکومت دار مسلمان، کو یکی که عمر گوره بیاد تو صحنه، که وقتی که هرمزان آمد پادشاه ایران با هیئت بلند پایه گفتن کو کاخ عمر؟ گفت عمر کاخی نداره. گفت کجاست؟ گفت تو مسجد خوابیده. گفت لیس له حارس ولا کاتب ولا دیوان. عمر کو گاردت، کو بسیجت، کو سپاهت، کو اسلحه فرستاد؟ گفت هیچ کدوم از اینها رو نداره عمر خدایی دارد. عمر از خواب بیدار شد. گفت کیه؟ گفت هرمزان آمده. گفت اعوذ بالله من النار، پناه میبرم به خدا از شر آتش. برو گم شو. اون تخت و تاج و طلاییش و با دبدبه و کبکبه آمده بود که هویت پوشانی خودش رو به رخ فرمانده مسلمونا بکشه. گفت برو گم شو بیرون. به خدا قسم تا زمانی که ذره تلاجات و لباس فاخرانه بر تن داشته باشی کلمه‌ای با تو صحبت نمی‌کنم. برو بیرون. رفت گونی پوشید آمد تو مسجد. حالا امروز بوش میخواد یک جایی بیاد، فرماندهای مسلمان ها دست پا به لرزه فکر میکنه که خدا آمده، نعوذ بالله، ملک الموت آمده. اقبال کجایی که زبان تو ببوسم، گفت ای روح عرب بیدار شو، چون نیاکان خالق اعصار شو، ای فؤاد، ای فیصل، ای ابن سعود، تا کجا برخیش پیچیدن چو دود، زنده کن در سینه آن سوزی که رفت، در جهان باز آوران روزی که رفت، خاک بطحا، خاک سیریک، خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را دیگر سرای، ای نخیل دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. یا عمر دیگه نمیاد که دنیا رو متحول بکنه؟ واقعا حیفه. 1 میلیارد و 500 میلیون مسلمان امروز شطرنج شدن. فرمانده های عرب، کشورهای عربی وقتی میخوان برن آمریکا اونجا به رقص میفتن و اونا میرقصن. مسلمان، ای مسلمان خیز و خود را چون بهاران کن، ز نور علم و قرآن جهان را نور باران کن. تو آن بودی که در عهد پیامبر میخروشیدی، ز بیخ و بن برآور ریشه های کفر ویران کن. تو قدرت بس بلند آمد چرا قدرت نمیدانی، تو مسجود ملائک گشته ای چون شیر مردان کن. ز اصحاب پیامبر گیر آیین مسلمانی، وجودت را ز نور علم و قرآن نور باران کن. چه فایده صدا من نمیرسه. وگرنه امروز باید حکومت‌های اسلامی عمرگونه زندگی بکنن، حکومت علوی رو پیاده کنن و باج ندن، خراج ندن، نشخوار کننده فرهنگ منحط غرب نباشن، بندازن سفرای اسرائیل مانند بوزینه بیرون، بگن تا کی اهانت، تا کی اهانت، تا کی میاید به نوامیس مسلمین در عراق تجاوز میکنید، تا کی میاید به در و دیوار بیت المقدس عکس سگ و خوک و خنزیر را میکشید، بعد روش مینویسید عکس محمد است. ولی امروز ایمان عمری نیست، ایمان خالد ابن ولید هم نیست. جوونها، من و تو خوابیم ولی دشمن بیداره، دشمن هوشیاره. مواظب باش. این 5 اهرم فریبنده هر جا مشاهده کردید بفهمید دست غربه، دست مرتدینه، دست منافقین و دشمنان اسلام و مسلمان هاست. و اینها با این حرکت ها خنثی میشه، با این حرکت ها، با این دست جمعی ها، با این رفراندوم ها، با این عروسی ها. میدونید این 23 زوج چه ثوابی کردن امشب؟ میدونید که امشب اینها چه نبرد و جهادی کردن؟ امشب اگر عروسی غیر اسلامی بود فرشته ها خبر نبود، افراد نمازگزار و این همه جوان مؤمن خبری نبود، این همه خواهر با حجابی که اینجا نشستن، با دین نشستن خبر نبود. معتاد، تریاکی، شراب، هیروئین، چاقوکشی و دعوا و جنگ. مثل اون جوانی که من خدمت شما عرض کردم. بیاییم جوانها، شما را به خدا قسم برگردیم، دست جمعی برگردیم. جماعت تبلیغ رفته بودن به لبنان، آخرین جملم، رفتن به لبنان، میگه با یکی از مسئولین بلندپایه اسرائیلی صحبت کردیم، گفتیم که اسرائیل از چی میترسه؟
گفت که اسرائیل میگوید زمانی که جمعیت نماز صبح مسلمانان به اندازه جمعیت نماز جمعه شد، اون زمان بفهمید که مسلمانان موفق و مظفر و پیروز و کامیاب و سربلندند و روزهای خفت و زبونی و پستی جهان غرب مشاهده خواهد شد. بیاییم به نماز، بیاییم با عبادت، بیاییم با مساجد، بیاییم با قرآن، با کلام الهی آشنا و مأنوس بشیم که به خدا قسم همه مشکلات رو حل میکنه، همه دردها رو درمان میکنه، تو را به اوج عزت و سعادت و سربلندی میرسونه. جوان، عزت در مال نیست، عزت در ارکس نیست. دو تا جوان میگن آقا کیف کردیم، حال کردیم، عجب عروسی بود، ولی صدها نفر دیگه لعنتت میکنن. ولی این جوانها همه خدا خیرتون بده، خدا رحمتتون بکنه، انباتتون رو بیامرزه که این همه زحمت کشید و باعث رشد و ترقی و تعالی این همه جوان شدید. از خدای متعال خواهانیم که به همه ما توفیق عمل کردن عنایت بفرماید. الله ذوالجلال بر جوانی شما برکت عنایت بفرماید و خدای متعال توفیق بده که همه من و شما از جوانان مخلص، مؤمن، دیندار جامعه اسلامی بشیم. نوشتن که این قصه مال جوان زاهدانی نیست، بلکه در قبل از وارد شدن روس به افغانستان، در افغانستان، من نقل قول کردم البته دقیقی میدونم، گفتم یکی از دوستان من تعریف، هر جا باشه بالاخره افغانستان باشه کشور اسلامی است. نه افغانیم نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. فرقی نمیکنه هر جا که این اتفاق پیش افتاده باشه، زاهدان باشه، خراسان باشه، نمیدونم افغانستان باشه، تو جامعه اسلامی من و شما ده. و این به غیرت من و شما افزایش میده که یک برادر بلوچی اگر بوده یا افغانی واقعا همت کرده که چنین شجاعتی به خرج داده و پسر خودش رو که وقتی بیدین شده اون رو به درک واصل کرده، این واقعا ارزش داشته و قابل تقدیر و تشکر هست. لذا جوانان عزیز برگردیم همه ما به دامن قرآن و انشاءالله از مسلمانان واقعی باشیم. حالا چند تا قول آمدم از جوانها بگیرم انشاءالله، جوانهایی که قول میخوام بدن انشاءالله دستا رو برن بالا. 5 قول بزرگ. 1 قول اول، جوانهایی که انشاءالله قول میدن از این به بعد برن نسبت به مسائل دینی و اعتقادات اسلامی مطالعه بکنن و اسلام رو از نزدیک بشناسن، دستا رو برن بالا ببینم چند نفر انشاءالله. ماشاءالله دستا بالا رفت، بعضیا خیلی دستاشون پایینه. جزاکم الله. قول دوم، جوانهایی که انشاءالله قول میدن نماز فرض رو به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قضا نمی کنن، انشاءالله دستا رو برن بالا میبینم چند نفر انشاءالله. ماشاءالله جزاکم الله خیر. و قول سوم، جوانهایی که انشاءالله قول میدن دور دوستان ناباب و خط بکشن به طور کلی، دستا رو برن بالا. ماشاءالله. همتون دوست ناباب داشتید؟ نه نداشتید. قول میدید که اگه داشته باشید خط بکشید انشالله، چون که خطرناکه. و قول چهارم، اونهایی که قول میدن انشالله در اولین فرصت حداقل 3 روز برای آشنا شدن با کار بزرگ جماعت تبلیغ حداقل 3 روز تشکیل بشن، دستا رو برن بالا ببین چند نفره. قول دادید 3 روز انشالله. و آخرین قول، جوانایی که انشالله میخوان ریشه ساز و ارکس و موسیقی ها در این منطقه بخشکه، دستا رو برن بالا انشالله. خداوند از راضی بشه. خب یک قولم از خواهرای محترمه و همچنین برادرها بگیرم. خواهرایی که قول میدن از این به بعد جلوی بی‌حجابی رو بگیرن، حجاب اسلامی رو رعایت کنن، و برادرایی که قول میدن اگر کسی در خانواده و جامعه بی‌حجاب باشه جلوشون رو بگیرن و حجاب رو به عنوان فرهنگ ایجاد بکنن، دستا رو برن بالا به چند نفر انشاءالله. ماشاءالله خداوند جزای خیر بده انشاءالله. خیلی خوشبخت و خوشحال شدم. دوستانی که انشاءالله میخوان در آینده داماد بشن، این قول همگانی بود. دوست ما تو راه میامد میگفت سریع بعد عروسی که بیا اینجا انشاءالله 50 نفره. ماشاءالله اگر اینطور باشه خیلی عالی است. جوانایی که قول میدن انشاءالله آینده داماد بشن، یا پدرایی که میخوان فرزندانشون داماد کنن یک جا، 50 تا رو در یک جا، همتون میخواد انشاءالله داماد بشید در آینده. اونایی که زن دارن نه ها. میگن یک زمان یک مولوی داشت سخنرانی میکرد، یک گفت جناب مولوی زن بگیریم چی میشه؟ گفت گویا از این لامپ 1000 رو تو خانت روشن کردی.
گفت اگر 2 تا زن بگیریم چیه؟ گفت 2 تا لامپ 1000 روشن کردی؟ گفت اگر 3 تا؟ گفت 3 تا لامپ. گفت اگر 4 تا؟ میخواست بگه 4می دید که مولوی صاحب دید که زنش با یک لنگ کفش و جارو داره میاد. گفت مردم هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش. حالا اونا نه، اونایی که میخوان مجردن داماد بشن و اونهایی هم که برادری دارن، خواهری دارن، نمیدونم دختری دارن، پسری دارن، میخوان داماد عروس کنن و میخوان انشالله عزمشون جزم عروسیشون اسلامی بگیرن، دستا رو برن بالا ببینن چند نفر انشالله. همتون میخواد داماد بشید؟ این کارو نکنید، خطر داره. خواهرها اینجا نشسته. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. انشالله مرتبه بعد شاهد عروسی های بسیار زیادی در این منطقه باشیم انشالله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغ سلامنا رسول الله واردد علينا منه السلام. پروردگارا در این شب جمعه، در این مجلس مبارک که جشن عفت و پاک دامنی 46 فرد جوان هست، خدایا سلام های گرم همه ما را به محضر پیشوای ما و گنبد خضرا برسان. خدایا سلام ما را به رسول الله برسان، سلام ما را به ابوبکر برسان، سلام ما را به عمر فاروق برسان و خدایا روح نازنین رسول الله را از ما راضی بگردان. خدایا میدانیم امروز روح رسول الله ناراحته، پیامبر دستگیر امت شکوه داره. خدایا امت رسول الله امروز گرفتار مصائب شدن. خدایا میدانیم حتما رسول الله ناراضه. امروز میبیند که در فلسطین، در عراق، در افغانستان، هر جا نام فقر و فلاکت، بدبختی و هلاکت از سرزمین مسلمان است. خدایا چه کنیم؟ معذرت میخواهیم. خدایا چه کنیم؟ از گناهان ماست. میدانیم که شومی گناهان ماست که دختر عراقی در عراق نامه می نویسد ای مسلمانان ما 2 تا خواهر فلوجه‌ای 14 سال است. خدایا می نویسد که 14 ساله ایم، ازدواج نکردیم، اما اکنون در زندان ابو غریب از نطفه سربازان آمریکایی بارداریم. خدایا اونا کسی رو ندارد. خدایا میبینیم و میداریم که به دختر مسلمان 80 زن مسلمان در سال گذشته در عراق از نطفه سربازان آمریکایی باردار شد. خدایا اونا ابوبکری ندارد، عمری ندارد. خدایا ای الله به پیامبر اهانت میشن، عکس سگ و خوک و خنزیر را بر دیوارهای بیت المقدس میکشن و روشون مینویسن این عکس محمد است. خدایا صلاح الدین آمیز، ابوبکر رفت، عمر رفت. خدایا به پیامبر اهانت میشه، به ناموس مسلمین اهانت میشه، به قرآن اهانت میشه. در گوانتانامو از دست زندانیان قرآن ها رو میگیرن، تکه تکه میکنن و درون دستشویی ها میریزن. خدایا تو رسیدگی کن، خدایا تو بگیر، به داد اسلام برس. خدایا به گناهان ما ننگر، بر ما منگر، بر کرم خیش نگر. خدایا به آبروی رسولت، خدایا به داد قرآنت، خدایا به داد اون طفل فلسطینی که وقتی به مدرسه میرود مادرش نشسته که زور برگرده ولی پیکر خونه نشو برمیگردن برسه. خدایا اون طفلی که در دامان مادرش پرپر می شود
و به ملاقات تو بیاد، کسی رو ندار. خدایا امت رسول الله امت یتیم و بیکس چون محمد رو ندارن، کشتی دین شکسته چون ناخدا ندارن. خدایا به داد مسلمانان برس. خدایا این همه جوان آمدن دست بلند کردن، خدایا اعتراف میکنیم گناهکاری. خدایا درهای امید به روی ما بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده تویی. خدایا یک ماه رمضان آمد رفت، مهمان تو رفت، شاید بخشیده نشدی. خدایا شاید این مهمانت ناراض آمده باشه، خدایا شاید شکوه کرده، خدایا شاید شکایت کرده. یا رب، یا الله، یا رحمان، یا رحیم. گناهکاران آمدیم، روسیا آمدیم، خدایا سنگینی گناهان مهره های کمر ما را شکسته، گردن ما را کش کرده، قلب ها زنگار بسته. آب رحمت را به روی ما بپاش، زنگ عصیان را ز قلب ما بتراش. خدایا دست بلند کردیم این همه جوان، تو را به عظمتت که دست ما را بگیر و ما را واسه خودت بکش، ما را به آغوش بگیر، ما را به ما ویل مکن، ما را به ما وا مگذار. خدایا خواهران رو محجبه بگردان، آمده بگردان. خدایا من شنیدم این عروسی باعث و بانیش دخترها و عروس خانوما بودن. خدایا به بانیان و برگذر کنندگان این عروسی ها خدایا جزای خیر رعایت بفرما. این 23 زوج جوان و همه این جوانانی که قول دادن عروسی اسلامی بگیرن، خدایا روز قیامت در کنار انبیا و صدیقین و شهدا محشورشان بفرما. زندگیشان را با برکت بگردان، خدایا با برکت بگردان. خدایا تو را به عظمتت که اینها را در دنیا رسوا و خوار نکن. خدایا تو را به عظمتت که قرآن را در زندگی اینا تو اما همراه بگردان. خدایا همه این جوانان روزی قیامت در کنار رسول الله سرخرو عالمه بگردان. خدایا همه این پیرمردا را حفظ فرما، طول عمر با برکت به علمای ربانی ما عنایت بفرما. خدایا استادهای بزرگ شیخ زیایی، شیخ احمد سیاد، شیخ عبدالله انصاری و همه شهدا مولانا نعمت الله، همه علمایی که از دست رفتن در جوار بهترین نعمت‌های جا بده و سایر علما را برای ما حفظ بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدایا همه این جمعی که آمدن امشب اینجا قلم افرا بر جرایم همه ما بکش، همه ما را خدا از اینجا در حال بیرون بکن که مغفور و بخشیده شده باشیم و همه ما توبه کردیم. خدای توبه ما را قبول بفرما. و صلی الله و سلم علی خیر خلق محمد و علی آله و سلم اجمعین. آمین آمین.